مشهدی‌ها بهش میگن استانبولی، تهرونی‌ها بهش میگن لوبیا پلو. حالا شما بگید کدومش؟ یه پلو خیلی خوشمزه و راحت. بریم با هم درستش کنیم. پیازای خرد شده رو توی روغن تفت میدیم. پیازمون که سبک شد، سینه مرغ خرد شده رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. رنگش که تغییر کرد، ادویه ها رو اضافه میکنیم. با هم مخلوط میکنیم. حالا لوبیاهای خرد شده رو اضافه میکنیم به همراه هویج خلالی شده و خوب با هم تفت میدیم. چند قاشق رو به گوجه فرنگی اضافه میکنیم و خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. بعدم آب میریزیم، در ظرف رو میذاریم تا مرغ و سبزیجاتمون پخته بشه. حالا به آب در حال جوش که آبی نمک و روغنه برنجمون رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم آب برنجمون گرفته بشه. بعدم از مواد روی برنج میریزیم و برنجمون رو برای 40 دقیقه دم میدیم. به همین راحتی و خوشمزگی. امیدوارم درست بکنید و لذتش رو ببرید. نوش جان.